سلام علیکم برادرها، همه کسا خوبین؟ سوزکیم تنجکیم. ما هم تریتور 9 کیلومتر دیم بزرگچه ده و میگن که این خیلی و خیلی اینم گوشت فروش های 9 کیلومتر انصاف ایما نداره. مرده گوزی گوشت برو ورده 56 فروخته درو بزرگ گوشت نداره به خاطر که ریده اینا قپانمونه 65 70 فروشیم. الله هدایتون کنه و خیلی کم اگه فکر خرخ کنیم در همین رمضان اقلا فکر خلق کنین. این سوداگرها بسیارش به ایمانند، به ایمان من ریده گفتم احکام کرده گوشت نفروخته است. خدا کم یه ماه رمضان هر روز رید باشه در نام الله جانم که گوشت فروشا گفتم گفت الله هدایتون کنه. برو دست ماندش سه ماندش فروختش فکر او دنیا تمام فکر کم بغل کن و خیلی جو داره 56 تومان خریدنش اصلا ای برادر اوکی این گوشت را باجا کردن یا روغانی یا جگر همونده همراه فروخته است. گوشت نیست او همه بزرگ دا با فکر مامی حالا چی اکو رد مامی هر روز دو روز با فکر نه که خداوند که در دلشون بود و همه یه ماه رمضان رد کنن که همه اقلا نرخ نورا قیمت نکنه. همه یه ماه رمضان خواب اقلا بگه و سهر یکون چیزی با مزه شبیه و بخوره. هرچی که اینم خیلی برادرها باقی در خانه الله باشه. الله هم نگهبان باشه.